چرا فرش دستبافت گرون هستش؟ این رایج ترین سوالی هستش که هر خریدار فرش دستبافتی از خودش میپرسه. ولی آیا فرش دستبافت واقعا گرونه؟ بیایید یه نگاه اجمالی به عوامل مؤثر در قیمت فرش دستبافت بندازیم. ارزش هنری فرش دستبافت خوب بیشتر از مبلغ پولی هستش که بابتش پرداخت میکنیم. یه بافنده خوب در دقیقه میتونه 6 تا گره بزنه که در ساعتش میشه 360 گره. برای بافتن یه فرش 12 متری حدوداً 2 سال زمان لازمه. جدایی از زحمت بافنده‌های عزیز، قبلترش تهیه پشم مرغوب و پروسه پرزحمت ریسیدگی پشم و رنگرزی که هر کدومشون تخصص و فلسفه خودشو داره، تمامی این مراحل طی میشه تا یه فرش دستبافت زیبا به دست شما عزیزان میرسه. حالا شما بگید فرشی که این همه زحمت پاش کشیده شده به صورت 10 ماهه اقساطی از ما خرید میکنید، آیا قیمتش بالاست؟ با هم یه فرش 12 متری بسیار زیبای همدان رو ببینید. سر به هوای من، هر خور و خسی رو بدی نگیری به جای من. ای سر به هوای من، عشق و بندگی کن تو قلبم